داستان امروز راجع به پرونده نسبتاً جدیدی هستش و از شبی شروع میشه که متیو فلپس در حالی بیدار میشه که داره به جسد خونین همسرش که کف اتاق نگاه میکنه. به نظر میرسید متیو و لورن زندگی خوبی دارن. 1 سال بود که ازدواج کرده بودن و تازه داشتن زندگیشون رو کنار هم میساختن. طبق گفته اطرافیانش لورن عاشق خانواده‌اش و مخصوصاً 4 برادرزاده‌هاش بوده و عبادت در کلیسا از دیگر اولویت‌های زندگیش. در واقع لورن به تحصیل در مدارس مذهبی کودکان مشغول بود و متیو در حال تمام کردن تحصیلات مذهبیش برای کشیش شدن بود و به نظر میرسید همه چی داره به خوبی پیش میره تا اینکه در صبح 5 سپتامبر متیو به 911 زنگ میزنه. 911, what's your emergency? I had a dream, and then I turn on the lights and she's dead on the floor. How? I have blood all over me, and there's a bloody knife on the bed, and I think I did it. I can't believe this. She got breathed. Okay. I took more medicine than I should have because I know it can make you feel good, so a lot of times I can't sleep at night. Okay. And I took some. Oh my God. So he didn't deserve this. بعد از رسیدن اورژانس و پلیس، متیو به عنوان مظنون اصلی دستگیر میشه و راهی بازداشت بدون وثیقه میشه تا روز محاکمش فرا برسه. متیو تو جلسه دادگاهش کاملا ساکت بود و اعتراف به چیزی نکرد. وکیل مدافعش ادعا کرده بود که نباید برای تصمیم گیری عجله کنن و این داستان ابعاد زیادی داره که باید بررسی بشه. شرکت سازنده کوریسیدین، دارویی که متیو ازش استفاده کرده بود، طبق بیانیه اعلام کرد که ایمنی بیمارانمون اولین اولویت ماست و ما دائما در حال بررسی عوارض احتمالی محصولاتمون هستیم و از صمیم قلب با این خانواده همدردی میکنیم. با این حال هیچ مدرکی از این که این دارو باعث رفتار خشونت آمیز بشه وجود نداره. خوابگردی پدیده‌ای ثابت شده است و دلایل مختلفی از جمله مصرف دارو میتونه داشته باشه، اما داستان متیو چالش‌وجوهای زیادی داره. متیو ادعا داشت که داشته خوابی رو میدیده که توش داره کسی رو به قتل میرسونه، یعنی اون حین خوابگردی به آشپزخونه یا پیش نزدیکترین چاقو رفته و بعدش به اتاق برگشته و همسرش رو کشته و بعدش به خوابش ادامه داده بدون اینکه چیزی بفهمه. متیو باید مقدار قابل توجهی از اون دارو مصرف کرده باشه که باعث بشه اینجوری کنترل خودش رو از دست بده که بعید به نظر میرسه. جدا از اینا، طبق گزارش کالبدشکافی جای 132 ضربه چاقو روی سر و گردن و بدن لورن دیده میشه که باعث میشه اعترافات متیو کاملا زیر سوال بره. اما متیو اصرار داشت که حقیقت رو گفته که باعث شد کارآگاه‌ها بازرسی عمیق‌تری تو زندگی و رابطش با لورن داشته باشن که باعث میشه مدارک مهمی رو بشه. تو مصاحبه از یکی از دوستان متیو، اون مدعی میشه که متیو بهش گفته دوست داره بدونه چه حسی داره وقتی کسی رو بکشی، اما رفیقش حرفش رو جدی نگرفته چون اون عاشق فیلم امریکن سایکو بوده. و تو مصاحبه با دوستان لورن معلوم میشه که اونا مشکل مالی زیادی داشتن و جدا از مشکلات مالی، لورن به وفاداری متیو شک کرده بود و همه این مسائل باعث شده بود تو گفتگو با اونا از جدایی با متیو صحبت کنه. در واقع تهدید ترک کردنش ممکنه باعث شده باشه متیو نقشه قتل همسرش رو بکشه. این که مرگ لورن یه اتفاق ناخواسته بوده یا قتل بیرحمانه از پیش تعیین شده توسط همسرش دقیقا مشخص نیست، اما رأی دادگاه طبق اعترافات متیو تو تماس
و عدم وجود مدارک که ثابت کنه کوریسیدین باعث پرخاشگری و خشونت میشه، اونو محکوم به قتل عمدی همسرش و حبس ابدی میکنه و این پرونده بسته میشه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه بودین و اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره و مثل همیشه شب خوش.